من شهروند جمهوری تاجیکستان استفاده برنده شبکه اینترنتی. یک چند روز پیش در شبکه اینترنتی یک نوار رو دیدم و از نوار خیلی تأسف داشتم، ولیکن دیدم برآمد کننده او ایزد امان میباشد. در مسئله مرز قرقیزستان و تاجیکستان، ولی بعد از تماشا کردن به خلاصه آمدم تا یک سخن به مردم برسانم و به تو ایزد امان که جمهوری تاجیکستان سرحد و بوم خود و محافظت کنندگان خود را دارد. یگان مشکلی در حفظ مرز و بوم جمهوری تاجیکستان نیست. امروز ما افسرانی داریم که جانفداهایی داریم که مرز و بوم جمهوری تاجیکستان را محافظت میکنند. در این دور اینترنت اطلاعات پیشروی، یگان بحثی بین سرحدی با عراق باید که حل نشود. امروز احسن با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان که دست فشردن با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان بود و تمام به آغوش گرفتن بود، همه مشکلات پسی سر شد. امروز قرقیزستان با تاجیکستان یگان بحثی ندارن، یگان مشکلی ندارن. الکی حس کردن مردم که در این دوره عصر 21 یگان کاری بحثی با عراق حل نمی شود. همه با صلح، با گفتشونی، با مذاکرات حل می شود. و در سخنرانی ایزد امان که گویا که 10,000 پیروی که در فدراسیون روسیه داشته باشد و آماده است به خاطر محافظت کردن سرحدات جمهوری تاجیکستان رهسپار شوند. اول اینکه جای تأسف خنده آور است که 10,000 آدم پیروی چنین انسان باشد. حتی من فکر میکنم که در عائله 5-10 نفری که زندگانی میکنن ممکن 4-5 نفری او پیروی او نیستند. و سوم اینکه جمهوری تاجیکستان محتاج چنین نفرایی نیستند که وطن خود را ترک کرده رفته باشند و بعدا بیان محافظت کنند. محتاج عموما یگان ضروریت نیز ندارد. و در برابر این فرزندان فرزانه تاجیک آماده هستند که تا مرز و بوم جمهوری تاجیکستان وجه و وجب او را محافظت نمایند. جای تأسف است این سخنها دروغی محض، از این زیاد یگان سخنی نیست. ولیکن مردم در یک حالت ناگوار نگذار، مردم تفریقه نداشت، فتنه نداشت، زیرا که خداوند در قرآن میگوید که الفتنه اشد من القتل. فتنه داختن در بین مردم از کشتار ابد است. ما در یک محل زیست کردیم، در یک مکتب میانه تحصیل نمودیم، ولی در مکتب میانه که ما تحصیل کردیم یگان احساسات نسبت شما یا دانستن شما یگان کس نمیشناخت و نمیدانست. تحصیلات ژورنالیستی ابتدایی و مسلک بالایی یگان علامت اشاره خواندن اعلای شما را نداشت. و این تحصیلات علاقه گواهی خود است که شما اینقدر علمی کافی ندارید. در نوار نوبتی ایزد امان چنین سخنرانی کرده است که گویا که یک مهاجر مهنتی در فدراسیون روسیه 5-6 سال است که به تاجیکستان نمی آید و آمدن هم نمیتوند. سببی نه آمدن او چیست؟ گویا اگر به تاجیکستان بیاید او روزی به دست آوردن نمیتوند و طفلکان او فرزندان او از گشنگی میمیرند. افسوس، یک سخن دروغی که نسبت مهاجرانی که هستند یا متخصصی ساحه هستند که اگر انسان با هنر باشد، با کسب باشد، متخصص باشد، در تاجیکستان عزیز برای این نفر مردم، برای فرمایش، برای تعمیر کردن بیناهاشون به نوبت ایستادند. این سخن بافته و دروغ می باشد. در تاجیکستان برای متخصصان جای کار بسیار بسیار موجود می باشد. و این خاطر سخنهای دروغی که ایزد امان گویا که مهاجری مهنتی به کشور بر نمی گردد، یکی از سبباش این باشد که در تاجیکستان جای کار نباشد. جای تأسف است
تمامی فردی که متخصص است و این چنین ما نظر میکنیم با مردم شرفمند تاجیکستان که امروز ریسک و روزی به دست آورده زندگی خود را پیش برده ایستادند. اما یک نفر که سخنهای بافته که ایزد امان توجه مردم به او جلب میسازد گویا که در تاجیکستان جای کار نماشد. برای آدمی کارگر، برای آدمی متخصص جای کار بسیار است، ولیکن آدمی که تنبل باشد میخواهد که مفت به دست بیارد، میخواهد که در جای خوش گویا که او را آورده خورانند و پوشانند، برای این خیل مردم در تاجیکستان جا نیست. باید آدم زحمت، مهنت برای آبادی وطن، برای آبادی کشور سهم خودش گذارد. و در نوار دیگر دیدم شنویدم که درباره فاحشات حرف میزند عزت اما جای تاسف است برادر، وقتی که انسان درباره زنا و فاحشگی گپ میزند سهمی تونیست در این روند هست. برای چی وقتی که با مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنی، برای چی نصیحت نمیکنی که در مدت 6-7 ماه یک بار بازگردن به پیش پدر و مادر خود؟ روند مهاجرت این طبیعی است، نه پیش راه مهاجرت کسی گرفتن نمیتونه. در دنیا همه مهاجر به هر سو سفر میکنند. ما به روسیه به اروپا به امریکا برای به دست آوردن مبلغ، برای تماشا کردن، برای زندگی کردن. ولیکن تو برای چی سهم خود تا نمیگذاری به خاطر نصیحت کردن اون مهاجرانی که بازگرده به سوی وطن و برای خدمت پدر و مادرتان باشه و پدر و مادرتان دستگیری کنه؟ که بعضی مردم در فدراسیون روسیه هستن پدر و مادرشون از دنیا میگذره 5-6 سال به سر فرزندای خود نمیبیاید. و سبب زیاد شدن فاحشه‌گری چی میباشد گفته است. آیا مهاجرانی که رفته در فدراسیون روسیه با دیگر زنها نفس و اندیشه خود را خانه میگردانند، آیا فکر و ذکر زنهای خود که در تاجیکستان هستند فکر نمیکنند؟ آیا زنهای تاجیک نفس ندارند؟ و برای حل این مسئله یگان حرکت های یگان واکنش های کرده یا نه؟ برای چی نصیحت نمیکنید که مردم مهاجری تاجیک به وطن برگردن تا سرپوش اهل و عیال خود گردن؟ لیکن متاسفانه باوری دارم که یگان سخن نسبت این سخنها نسبت مهاجران تاجیک کردگی نیستن شما.